فخرالدین سفرزاده پسر قربانبی رحمان و خواهر پرزیدنت امامعلی رحمان روز 21 ایول به دلیل گرفتاری به کرونا ویروس نتوانست در نماز جنازه مادرش در دهه ملک و نویه تنگره اشتراک کند. در عموم 8 عضو این خانواده خویشاوندان نزدیک پرزیدنت تاجیکستان گرفتار کرونا ویروس شدند. خود قربانبی رحمان و خواهر خرده امامعلی رحمان که 64 سال داشت شام 20 ایول در بیمارستان حکومتی در محله شهرک طبی میدگرداک در دوشنبه وفات کرد. حکومت تاجیکستان در یک نامه تسلیه به پرزیدنت خبر مرگ خواهر او را تصدیق کرد ولی درباره علت مرگش چیزی نگفت. اما یک منبع در میان پزشکان به رادیو آزادی سبب مرگ قربانبی رحمان و را به گرفتاریش به بیماری کرونا ویروس ربط داده است. قربانبی رحمان و همسر خالمومی سفرов رئیس سابق کارخانه دولتی خواجگی جنگل و شکار بود که سال 2012 در محله افتوکزال دوشنبه در نتیجه یک سوءقصد مسلحانه کشته شد. قربانبی رحمان و روز 21 ایول در دهه ملک و نویه دنغره به خاک سپریده شد. در نیم ماه آخر قربانبی رحمان و اینک دومین نفر از خویشاوندان نزدیک پرزیدنت تاجیکستان است که با گمان گرفتاری به بیماری کرونا ویروس می‌افتند. روز 5 ایول ازبکبی اسداللهی و خوشدامن امامعلی رحمان از عالم چشم پوشید. قبلا درباره گرفتار کرونا ویروس شدن شمس‌الله صاحبوف مالک شرکت فراز و داماد امامعلی رحمان نیز گزارش شده بود. صاحبوف در دهه سوم ماه آگوست در کلینیک منصور بستری شده بود ولی در اوایل ماه آگوست خبر آمد که او را از بیمارستان جواب دادند و شمس‌الله صاحبوف طبابت را در خانه ادامه می‌دهد.